خدا آقا، بحران تو بحران شدندی. آلودگی هوا در فینیتو راه نفسها را بستندی. چه تدبیری دارید؟ آلودگی هوا چه ربطی به ما دارد؟ فرفر تا اهالی دوباره شورش نکردند برو در ستاد بحرانت یک کلکی جور بنما. اهالی، آلودگی هوا توطئه آشوبگران می باشندی. ما دستور دادیم که مکتب خانه ها و کارگاه ها رو تعطیل کنند تا هوای آلوده‌ای که دشمنان تولید کردندی وارد ریه های شما نشوندی. بهترین و امترین جا کلبه هاست. کت خدا آقا، باز چی شده؟ در قسمتی از فینیتو سیل آمدندی. این یکی را چگونه به دشمنان نسبت دهیم؟ بگویید آنهایی که شنای قورباغه و کرال بلد نیستند به خیابان نروندی. کت خدا آقا، چه میگویی؟ سیل به خانه اهالی راه یافتندی. خب من چه بکنم؟ بروید یقه سیل را بگیرید که به خانه اهالی راه یافته. فقط شما حواستان باشد این روزها جای آفتابی نشوید، چون اهالی دهانتان را آسفالت می نمایندی. بله، وقتی اهالی سیلاسا بریزن به خیابون دیگه اثری از کت خدا و باقی اراذل و اوباشش باقی نمیمونه.